ورزشگاه جدید سانتیاگو برنابو، محل بازی پرافتخارترین باشگاه دنیای فوتبال یعنی رئال مادرید. عجیب‌ترین و غیر قابل تصورترین بخش داستان این ورزشگاه برای ما ایرانی‌ها برمیگرده به شرایط نگهداری چمن این ورزشگاه. بعد از انجام بازی هر سگمنت چمن توسط یک سری چرخ از حفره کناری زمین به قسمت زیرزمینی استادیوم منتقل میشن. کل پروسه جمع کردن چمن فقط 6 ساعت طول میکشه. زمین چمن به 6 قسمت مساوی تقسیم شده که هر قسمت توی یه طبقه به صورت مجزا نگهداری میشه. هر کدوم این چمن‌ها 105 متر طول و 11.6 متر عرض دارن. چمن وقتی بالا میرن باید دقیقاً کنار هم قرار بگیرن. مثلا نقطه پنالتی 2 قسمت شده اما موقع بازی ما این موضوع رو متوجه نمیشیم. به منظور تامین طیف نوری لازم برای فتوسنتز گیاه از نوری با رنگ متمایل به قرمز استفاده شده. برای آبیاری روزانه چمن‌ها از یک سیستم خرپایی که با فاصله از روی چمن حرکت میکنه استفاده میکنیم. برای شبیه سازی نوردهی خورشید اشعه فرابنفش روی چمن تابیده میشه. در زمان برچیدن سگمنت‌های چمن یه فضای چند منظوره به مساحت 8000 متر مربع در دسترس خواهد بود. از این فضا به منظور برپایی نمایشگاه برای بازدید عموم، برگزاری مسابقات ورزشی متنوع و همچنین کنسرت‌های موسیقی بزرگ استفاده خواهد شد. در واقع برنابو جدید به عنوان یک الگوی جهانی دستاوردهای بزرگ اقتصادی، فرهنگی و ورزشی برای باشگاه رئال مادرید در پی خواهد داشت.